امروز یکی از مشکلاتی که ممکنه توی رانه‌کاری شما پیش بیاد به اسم های بک‌گراند رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. های بک‌گراند به در واقع موقعیتی گفته میشه که شما رنگ‌هایی که توی چاهک‌هاتون بعد از زمان انکوباسیون می‌بینید پررنگ‌تر از حد انتظار و عددی هستش که توی برگه سرتیفیکیت قید شده. یه سری عوامل ممکنه باعث بشه که این اتفاق برای رانه‌کاری شما بیفته که دونه دونه این عوامل رو ما با هم دیگه بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین عوامل توی کیت‌هایی که کنجوگه ساختنی دارن این هستش که نسبتی که توسط شما ساخته شده متفاوت هست با نسبتی که روی اون باتل قید شده. اگر که این نسبت رعایت نشه میتونه ابزوربنس‌های شما رو بالاتر ببره و کنجوگه غلیظ‌تر چاهک‌های شما رو پررنگ‌تر می‌کنه. مسئله دیگه توی مرحله در واقع رنگزایی هستش که شما به چاهک‌ها اضافه می‌کنید. ماده‌ای که این رنگزا رو تشکیل میده TMB یا تترامتیل بنزیدین هستش با H2O2 که این ماده باید در تمامی مراحل توی تاریکی هم نگهداری بشه و هم انکوباسیونی که توی چاهک‌ها داره در تاریکی انجام بشه. اگر که در معرض نور قرار بگیره ابزوربنس‌های شما رو بالاتر میبره. یه مرحله دیگه‌ای که هستش و ما داریم مرحله واش هستش که اگر شما بعد از واش چاهک‌هاتون رو به طور کامل خشک نکنید و پشت چاهک‌ها خیس یا آلوده باشه ممکن ابزوربنس شما رو بالاتر ببره. توی مرحله که شما استاپ رو اضافه می‌کنید اگر که اون محلول استاپ شما فاقد کارایی باشه و نتونه در واقع واکنش خودش رو انجام بده ابزوربنس‌های شما بالاتر میره. اگر که انکوباسیونی که انجام میدید طولانی تر از چیزی باشه که توی بروشور کیت قید شده شما ابزوربنس‌های بالاتری رو میگیرید و دمایی که داخل کیت قید شده برای انکوباسیون اگر انکوباسیون محیط هست دمای 22 تا 28 درجه و اگر در دمای 37 درجه انکوباتور هست حتما این دما باید رعایت بشه که بالاتر بودنش باعث بالا رفتن ابزوربنس شما در واقع همون پررنگتر شدن چاهک شما میشه. مراحل دیگه هم که ما باید با هم بررسی بکنیم زمانی هستش که شما میخواید تست رو توی دستگاه الایزا ریدر خانش بکنید. اگر فیلترهای نامناسبی رو انتخاب بکنید یا مشکلی برای فیلترها یا هر کدوم از بخش‌های الایزا ریدر شما اتفاق افتاده باشه میتونه ابزوربنس‌های شما رو از چیزی که توسط بخش تولید قید شده بالاتر ببره. در مجموع شما از هر کدوم از کیت‌ها که استفاده می‌کنید باید ابزوربنس‌های چاهک‌هاتون رو با برگه سرتیفیکیت تطابق بدید تا مطمئن بشید که ران شما صحت کافی برای گزارش جواب‌ها رو داره.